در 6 ماه اول ما تقریبا $1,000,000 اومد اونجا پیدا کرد. یک وقت شد که ما هم $1,000,000 توی 6 ماه $1,000,000. خب به نظر تو این بشر خلاق نیست؟ واقعا سازنده به اسمش گفتم، پولدار گفتم. 1,000,000 تو 6 ماه، این واقعا مستاق یک شب پولدار شدنه. 1,000,000 تقریبا، حالا به پول الان حساب بکنیم 90 میلیارد. 90 میلیارد توی 6 ماه، اونم با 3 تا دوستاشون. حالا این شرکت های دیگه هم باد کرد. یا خدا. در 6 ماه اول ما تقریبا $1,000,000 اومد اونجا پیدا کرد. یک وقت شد که ما هم $1,000,000 که پیدا کردیم، به دوست خود گفتیم که بیا که حالا بریم جرمنی و اونجا بتونیم که هم یک تجارت کنیم و هم فامیلا را. دو وقت ما فامیلا را کشته بودیم در ازبکستان، ما گفتیم که این فامیلا را انتقال بدیم به جرمنی. همین دوست ما که رئیس تویتو کو که یک 5-6 میلیون دلار که پیدا کردی، بعد از او باز میریم جرمنی. 5-6 میلیون تا زمان 5-6 میلیون میگه بمونیم.